خدایا شکرت. در دل این مبارزه و چالش‌ها، موقعیت‌های طلایی و سرنوشت ساز پیش رویمان نهادی. موقعیت‌هایی که ما را قوی‌تر و استوارتر می‌سازند. مهمتر از همه، شکرت که حس امید و نور را در عمق جان و دلمان زنده و فروزان نگه داشتی. این شعله درونی را هر روز پر نورتر کنیم تا صبح پیروزی و آزادی ایران زیبا طلوع کند. پرچم سربلندیمان در باد آزادی بدرخشد و برقصد. ای ایران عزیز، صبح روشناییت نزدیکتر از همیشه است. با قلب‌های متحد و اراده‌های پولادین و شکست ناپذیر پیروز خواهیم شد.